سلام عزیز گلم، حالت خوبه؟ خدا رو شکر. ما تو منطقمون چون باغ وحش نداشتیم اومدم تو جنگل دنبال حیوانات بگردم ببینم حیوانی رو میبینم، ولی دیدم نه، این نزدیکی ها حیوانی نیست. گفتم خب پس بیام اینجا بشینم و درس رو با هم شروع کنیم. حالا یه چیز دیگه، شما اگه تو شهرتون تو منطقهتون باغ وحش دارین، اگه دوست داشتی عکس و فیلم بگیر و برای من بفرست باشه؟ خب رسیدیم به نگاره 8. نگاره 8 درباره چه دنیای قشنگی، دنیایی که خدای مهربان به این زیبایی برای ما آفرید. عزیز خوبم، یه مدرسه‌ای یه روز تصمیم گرفت که بچه‌های کلاس اول رو برای بازدید از یک باغ وحش ببره اینا رو برای اردو. تصمیم گرفتن با اون قسمت باغ وحش هم صحبت کردن. مسئول اونجا قبول کرد که این مدرسه بچه‌های کلاس اولی رو بیارن اونجا، حیواناتی که در باغ وحش هستن رو ببینن، از نزدیک ببینن. خانم معلم با خانم مدیر هم تصمیم گرفتن که با بچه ها بیان. بچه هم یه مقدار آذوقه برای خودشون آوردن، یه مقدار خوراکی برای خودشون آوردن، ولی قول دادن که خوراکی هایی که همراهشون هست اونجا میخورن پوستشو چیکار کنن؟ سطل زباله بریزن، حواسشون باشه. قمقمه آبشون هم با خودشون آورده بودن. حالا نگاه کنین تو تصویر، بچه ها با خانم معلم و خانم مدیر از قسمت نگهبانی دارن رد میشن. خوب نگاه کنین، این اتاق نگهبانی است. از اتاق نگهبانی میرسیم به اتاق اطلاعات. این اتاقیه که این آقایی که اینجا ایستاده، کسی اگر سوالی داره، چیزی رو میخواد بپرسه، میره این قسمت اطلاعات سوال میکنه و اونجا بهش راهنمایی میکنه. حالا این بچه های عزیز من که اومدن، چند تا خانواده‌ام با هم اومدن. حالا یا یه دختر خانوم با باباش اومده، یا یه آقا پسر با باباش اومده، یا یه خانواده با 2 تا بچه هاشون اومدن این باغ وحش رو بازدید کنن. حیوانات که وحشی هستن، حیواناتی که در جنگل زندگی میکردن و حالا در قفس ازشون به خوبی دارن نگهداری میکنن، اومدن اینا رو نگاه کنن. چون بچه ها ما که برای دیدن این حیوانات نمیتونیم بریم تو جنگل، که الان من اومدم تو جنگل ولی هیچ کدوم اینا رو ندیدم. اگر بخوام باز ببینم باید خیلی راه دیگر رو برم. برای همین این حیوانات در این باغ وحش هست که هم ازشون به خوبی نگهداری میشه و همین که شما بچه های گلم و ماها میتونیم بریم اینها رو از نزدیک ببینیم، ولی باید خیلی مواظب باشیم. خب بگو ببینم عزیز گلم، شما خانواده فیل رو به صورت یه خانواده توی این باغ وحش دارن زندگی میکنن. بگو ببینم فیل رو پیدا کردی؟ نگاه کن، انگشت بذار روش، تو تصویرم نگاه کن. آفرین، تو تصویر دیدی؟ خب ببین، اون آقا داره دستشو به اون سیمی که هست، به اون قفس هست نزدیک کرده، ولی بچهشون حواسش هست. آفرین. بابا هم زیاد دستشو نزدیک نبرده، چون بابا میدونه، مامان میدونه که باید مواظب باشن و داره به بچهشون میگه که دستتو تا نباید اینقدر نزدیک ببری، داره برای بچهش توضیح میده. خب بگو ببینم، فیل بچه رو میبینی؟ داره آب بازی میکنه. فیل ها وقتی میخوان آب بازی کنن
تو خرطومشون. نگاه کنید، بینی فیل ها رو ما میگیم خرطوم. توی خرطومشون آب میریزن، بعد میپاشن رو سر کلشون، اونجوری دارن هم حموم میکنن هم آب بازی میکنن تا خنک بشن. خب بگو ببینم، شما پرنده ها رو میتونین ببینین؟ من یه راهنمایی میکنم. قفس پرنده ها نزدیک فیله، یعنی کنار فیلا هست. آفرین. توی این قفس پرنده ها چی میبینیم؟ طاووس میبینیم، طوطی میبینیم. طاووس و طوطی. خب حالا بگو ببینم، میتونی یه حیوانی رو برای من پیدا کنی که میگن سلطان جنگله؟ آفرین، سلطان جنگل رو پیدا کردی؟ باریکلا. شیر. شیر ما تو قصه هامون میگیم سلطان جنگل. نگاه کنین، ولی همینطور که به شماها گفتم دستتون رو نباید جلو ببرین. خب دیگه پلنگو چی؟ پلنگو دیدی؟ آفرین، قفس پلنگ هم درست کنار قفس شیره. خب حالا گرگ. گرگو برام پیدا کن. توی این قفس چند تا گرگ میبینی؟ پیدا کردی؟ 2 تا گرگ. چند تا گرگ داری میبینی؟ 2 تا گرگ. حالا بگو ببینم، کنار قفس گرگ کدوم حیوانو میبینی؟ شتر. شتر حیوانیه که مسیرش تو مسیر بیابونه. خیلی روزها میتونه بدون آب هم زندگی کنه، چون زندگیش در بیابان هست. حالا توی این باغوش چند تا ما اینجا شتر داریم؟ 2 تا شتر داریم. چند تا شتر داریم؟ 2 تا. خب حالا بریم ببینیم وسط اون باغوشمون چی میبینیم؟ چی میبینیم؟ داره اونجا قدم میزنه، دور میزنه با خونوادشه. خرسو کن. آفرین، خرس هم با خونوادش هست. یه دونه خرس بچه هم دارن. بچه ها، خرسا توی داستان ها نشون میده که خرسا حیوانای مهربونی هن، ولی خرس هم جز حیوانات وحشی هست. وقتی که میرین تو پارک حواستون باشه که دستتون رو نزدیک قفس نبرین. خب حالا بیایم تو این قسمت قفس خرس نوشته که به حیوانات غذا ندهید. این بچه ها قبل از اینکه بیان، خانم معلم، خانم مدیر به بچه ها گفتن که شما خوراکی هایی که دارین میبرین، این خوراکی ها فقط مخصوص شماست. این خوراکی ها برای این حیوانات نیست. حیوانات خودشون هر کدوم غذای مخصوص به خودشون دارن. حالا بعضی از حیوانات گوشتخوار هستن، مثل شیر، پلنگ. بعضی از حیوانات علفخوار هستن، مثل گوزن، آهو. بعضی از حیوانات هم هستن هم گوشتخوارن هم علفخوار. خب حالا میایم نگاه میکنیم ببینیم میمونو کجا میبینیم؟ آفرین، میمونو به من نشون بده. باریکلا. میدونی غذای میمون چیه؟ غذای میمون نارگیل و موز. الان میمون رو نگاه کنین. میمونی که داره موز میخوره رو به من نشون بده. آفرین، این میمون داره موز میخوره. خب حالا بگو ببینم غذای خرگوش چیه؟ خرگوش گیاهخواره. غذاش چیه؟ هویجه. شما دیدین که هر جا نقاشی که میشه
عکس خرگوش رو میذارن، هویجم کنارشه. پس خرگوش گیاهخواره، هویج جزء غذاشه. خب حالا بگو ببینم، این آقایی که مسئول غذای این حیوانات هست داره به این آهو چی میده بهشون؟ علف داره بهشون میده. چی بهشون میده؟ علف. توی تصویر نگاه کنی. آفرین. خب توی این قفس هم آهو هست هم گوزن. شاخ گوزن رو خوب نگاه کنی. توی این تصویر نگاه کنید، توی این قفس هم آهو رو میبینید هم گوزن رو میبینید. خب مثل این که ما همه رو دیدیم، درسته؟ خانواده ها ببینید چقدر با دقت حواسشون هست که بچه هاشون زیاد نزدیک قفس نرن. خب عزیز گلم، حالا که ما این تصویر رو دیدیم، حالا میایم به این تصویرک ها میایم دونه دونه نگاه میکنیم و تو تصویر دوباره نگاه میکنیم. خب فارسی ما گفتیم از کدوم سمته؟ از سمت راست. حالا تصویر اول رو ببینین. تصویر اول چی میبینیم؟ گرگ. بگو. تصویر اول گرگ. گرگ توی شکل نشون بده گرگ کجاست؟ نزدیک کدوم قفسه؟ نزدیک قفس شتر. حالا تصویر بعدی خرگوش. خرگوش قفس خرگوش نزدیک میموناست. خب تصویر بعدی پلنگ. پلنگ. پلنگ تو تصویر شما کجا میبینید؟ نزدیک سلطان جنگل، نزدیک شیر میبینیم. تصویر بعدی شتر. بگو. شتر نزدیک قفسش نزدیک گرگه، نزدیک قفس گرگا هست. تصویر بعدی خرس رو میبینیم. تصویر بعدی خرس رو میبینیم. تو تصویر خوب پیداش کردی دیگه. آره یه بار با هم صحبت شده. حالا سلطان جنگل رو نشون بده، شیر رو نشون بده. خب حالا میاییم همه اینها رو با هم بخش میکنیم. تصویر اول چی بود؟ گرگ. گرگ. بگو. گرگ. یا اگر ربات بشیم گرگ. بگو. گرگ. چند بخشه؟ یک بخش. چند بخشه؟ یک بخش. چرا؟ چون یک بار دستم از بالا به پایین اومد. گرگ. 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 یک بار دستم صدا داد. تصویر بعدی خرگوش. بگو. خرگوش. 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 چند بخشه؟ دو بخش. ربات رو نگاه کن. خرگوش. چند بخشه؟ دو بخشه. چرا؟ چون دست ما دو بار از بالا به پایین اومد. خرگوش. تصویر بعدی پلنگ. پلنگ. بگو. پلنگ. پلنگ. چند بخشه؟ یک بخش. چرا؟ چون یه بار دستم صدا داد. یک بار دهنم باز میشه. پلنگ. تصویر بعدی شتر. شتر. ربات. شتر. شتر. چند بخشه؟ یک بخش. چرا؟ چون یک بار دستم صدا داد. ربات یک بار دستش. شتر. دست ربات یه بار از بالا به پایین اومد. شتر. تصویر بعدی خرس. 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 چند بخشه؟ یک بخش.
چند بخشه؟ یک بخش. تصویر بعدی شیر. 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 چند بخشه؟ یک بخش. خب حالا همه این تصویر رو که نگاه کنیم، همه‌شون نگاه کنیم یه بخشی بود، بجز خرگوش. خرگوش چند بخشی بود؟ دو بخش، ولی بقیه یک بخش بود. حالا بیایم صدای اول این کلمه ها رو با هم بخونیم. خب تو این تصویر نگاه کنین. گرگ. گرگ. صدای اول گ. صدای اول گ. چرا؟ چون اولین صدایی که شما از دهان من بیرون میاد میشنوید گ. حالا صدای آخر گرگ. 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 در این کلمه صدای آخر و صدای اول مثل همه، صدای هر دوشون گ. صدای اول گ، صدای آخر هم گ. حالا میایم کلمه بعدی خرگوش. صدای اول گوش کن. خرگوش. صدای اول خ. صدای اول خ. چرا؟ چون اول صدایی که شما از دهان من میشنوید صدای خ. خب حالا صدای آخر گوش کنید. خرگوش. 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 صدای آخر چی میشنوید؟ ش. صدای آخر ش. صدای آخر ش. ش. صدای آخر ش. خب کلمه بعدی پلنگ. پلنگ. صدای اول پ. صدای اول پ. چرا؟ چون اول صدایی که از دهان من بیرون میاد پ. پ. حالا صدای آخر پلنگ. 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 صدای آخر که از دهان من بیرون میاد شما میشنوید پلنگ. گ. صدای آخر. صدای آخر گ. خب تصویر بعدی شتر. 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 صدای اول که شما میشنوید ش. صدای اول ش. صدای آخر شتر. شتر. صدای آخر ر. کلمه بعدی صداشو گوش کنید. خرس. 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 صدا خ. صدای اول خ. صدای آخر گوش کنید. خرس. خرس. صدای آخر س. صدای آخر س. خب کلمه بعدی شیر. کلمه بعدی شیر. صدای اول چی شنیدین؟ ش. صدای اول ش. صدای آخر شیر. شیر. صدای آخر ر. صدای آخر ر. خب عزیز خوبم، تصویر شیر و شتر رو ببین. کلمه تصویر شیر و شتر، صدای اول کلمه شیر و شتر، صدای اولشون مثل همه هم‌آغاز هستن، شیر شتر. صدای پایانیشونم مثل همه،
صدای پایانیشون هم یکیه، شیر، شتر. خوب نگاه کنین، صدای اولشون شیر، شیر، شتر. صدای اول ش، هماغاز ش. صدای پایانیشونم ر، صدای پایانی ر. خب حالا بیاییم کلمه های بعدی. ببینیم کلمه هایی که هماغاز هستن کدوم هستن. خرگوش، خرگوش. صدای پایان، صدای هماغاز ببخشیم. خرگوش صدای اول خ، صدای اول خ. تصویر بعدی خرس، تصویر بعدی خرس. صدای اول هر دوشون چیه؟ خ. پس این دو صدا صدای هم آغاز هستن. صدای هم آغازشون چیه؟ خ. حالا صدای هم آغاز شیر، شتر، شیر، شتر. صدای هم آغازشون ش، صدای هم آغازشون ش. خب حالا صدای همپایان نگاه کنین. گرگ، گرگ. صدای پایانی گ، صدای پایانی گ. تصویر بعدی پلنگ، پلنگ. صدای پایانی که شما میشنوید گ. پس صدای پایانیشون چیه؟ گ. خب حالا این قسمت کتابمون تموم شد. حالا میریم به صفحه 20 کتابمون. صفحه 20 کتابمون درباره چیه؟ ببین و شما بگو. حالا تصویر رو خوب نگاه کنین، ببینیم چی اینجا به ما گفته، نشون میده که ما باید ببینیم و بگیم. باشه؟ تصویر رو چی میبینیم؟ آفرین، بچه ها رو میبینیم. گفتیم که مدرسه تصمیم گرفته بود بچه ها رو بیاره اردو. ما اینجا تو تصویر میبینیم که بچه ها مرتب همه به صف بستن، مرتب و منظم. نگاه کنین، کیفشون رو به صورت کول پشتی پشتشونه، تو کیفشون خوراکیاشون هم گذاشتن. بعد با مدیرشون و معلمشون اومدن به این پارک، به این با مدیر و معلمشون اومدن به باغ وحش برای دیدن حیوانات وحشی. خب تصویر بعدی چی میبینیم؟ آفرین، این آقایی که مسئول غذا دادن به این حیوانات هست داره به این خرگوش‌های خوشگل و عزیزمون چی بهشون میده؟ هویج داره میده، چون خرگوش‌ها هویج رو خیلی دوست دارن. بگو ببینم، آب هویج دوست داری؟ حتما به مامان بگو برات آب هویج بگیر و یه لیوان آب هویج بخور، یه مقدارش هم به جای من بخور. خب تصویر بعدی رو ببین چقدر خوشگله. دوست داری شنا کنی؟ دوست داری تو هم آب بازی کنی؟ ببینین آقا فیله رو ببین، داره با خورتومش آب بازی میکنه، خیلی هم داره بهش لذت میده. خب تصویر بعدی، بچه ها رو ببین چه بازوق دارن، میمون رو تماشا میکنن. میمونه داره براشون ادا اصول در میاره، هم داره موز میخوره، هم به پرو این ور اون ور میپره، بازی میکنه. بچه هم از دیدنش خوشحالن. لا رسیدیم به قسمت گوش کن و بگو. چی؟ گوش کن بگو. میخوام چیزایی که ازت میپرسم و خوب گوش کنی، با توجه به اون چیزهایی که یاد گرفتی رو برای من بگو. خب شما تو تصویرم دیدین، تصویر رو نگاه کن. کدوم یک از این حیوانات
علف میخورن. نگاه کن، آفرین. آهو رو میبینی، آفرین. فیل هم جزء گیاهانه، جزء حیوانات گیاهخوار است. شتر هم همینطور، اونم جزء حیوانات گیاهخواره. خب توی تصویر نگاه کن، کدوم یک از این حیوانات چیز داره؟ تو تصویر نگاه کن، کدوم یک از این حیوانات شاخ دارن؟ آفرین، گوزن. ما وقتی که داشتیم در مورد درس توضیح میدادیم به این قسمت درس هم رسیدیم و شما دیدین. حالا میخوام به دوستات بگی. آره، به دوستات بگو، به مامانت بگو، به بابات بگو. خب اگر باغ وش بری چه کارهایی میکنی؟ آفرین. اگر این دفعه به باغ وش بری، همینطور که در این جلسه تو باغ وش نظم رو رعایت کردی، حرف خانم معلم رو گوش کردی، حرف خانم مدیر رو گوش کردی، حرف مامورایی که در اونجا بودن حرف اونا رو گوش کردی، بهداشت رو رعایت کردی، مواظب خودت هم بودی، همین کارو برای دفعات بعد هم که با بابا، مامان یا شاید هم دوباره مدرسه شما رو اردو بیاره انجام بده. خب حالا دیگه اینو تو کلاس نیستیم ولی میتونی برای من بفرستی. باشه؟ کدام یک از حیوانات باغ وحش رو بیشتر دوست داری؟ برام بگو چرا؟ آیا میتونی صداشون هم تقلید کنی؟ اگر حیوانی که تو باغ وحش بود یا حیوان وحشی که دوستش داری و میتونی صداشو تقلید کنی، حتما برام بفرست. من منتظرت هستم که تو رو ببینم و صداتو بشنوم. خب حالا دوباره میخوایم بریم تو باغ وحش بگردیم و این حیواناتو پیدا کنیم. بیا با هم بریم دوباره تو باغ وحش. خب حالا توی این باغ وحش میمونو برام پیدا کن. آفرین. فیلو برام پیدا کن. آفرین. خرسو برام پیدا کن. آفرین. پلنگو برام پیدا کن. آفرین. گرگم اونجا نشسته، گرگو برام پیدا کن. خرگوشو برام پیدا کن. خرگوش چجوری میره؟ میپره، میجهه. وقتی که راه میره حالت جهش داره. شترو برام پیدا کن. شیر جنگلو برام پیدا کن. میگه منم سلطان جنگل. خب عزیز گلم، ما دیگه درسمون اینجا تموم شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یادت باشه کارهایی که میخواستی برای من بفرستی یادت نره ها. من منتظرم. خدا نگهدار.